اختلالات یادگیری چیه، نارساخوانی چیه و فرقش با بقیه اختلالات خواندن چیه؟ به نام خدا. سلام. امروز میخوام در مورد این اختلالات صحبت کنم و انشالله در مورد ارزیابی و درمانشون هم در جلسات آینده، در فیلم‌های آینده صحبت خواهم کرد. ما لفظ اختلالات یادگیری، نارساخوانی و اختلالات خواندن رو داریم که متاسفانه اینا رو اشتباه به جای هم به کار میبرن و این اختلالات درمان‌های متفاوتی دارن. اولا که اختلال یادگیری یک لفظ کلی هستش که شامل اختلال خواندن، نوشتن، املا و ریاضی میشه. حالا همین اختلالات خواندن مدل‌های مختلفی دارن. پس ما هر اختلال خواندن رو نمیتونیم بگیم نارساخوانی. برای تشخیص اینا اومدن یه مدل ساده‌ای که خیلی راحت باشه اومدن گفتن و بر اساس این میتونیم یک کوچولو بفهمیم که کدوم نارساخوانی، کدوم بچه مبتلا به نارساخوانی هستش. این دیدگاه اسمش سیمپل ویو آف ریدینگ هستش. اومدن بچه‌ها رو به 3 دسته تقسیم کردن. گروه اول بچه‌هایی بودن که نمیتونستن بخونن، ولی اگه ما براشون چیزی میخوندیم اینا درک میکردن. اینا رو گفتن نارساخوانی. گروه دوم بچه‌هایی بودن که میتونستن بخونن ولی چیزی که میخوندن رو درک نمیکردن، یا اگه ما براشون متن بلند میخونیم درک نمیکردن، که این بچه‌ها دسته اختلالات درک بودن. و دسته سوم اختلالات میکس، یعنی هم نمیتونستن بخونن هم درک نمیکردن. پس بر اساس این تعریف ما اختلالات خواندن و دیسلکسی رو جدا کردیم. دیسلکسی یک اختلال عصبی رشدی هستش که در اون بچه مشکل ذهنی نداره، مشکل بینایی و شنوایی توشون دیده نمیشه. یعنی اختلال خواندن بچه ناشی از این مشکل بیناییش یا شنواییش یا اینکه فرصت آموزشی محدودی داشته ناشی از اینا نیست. و ما مثلا اینجوری بچه که میگیم که این بچه که ریاضیش خوبه، درکش که خوبه، همه مهارتاش خوب بوده، چرا مشکل خواندن داره؟ و میگیم یه اختلال غیر منتظره محسوب میشه. ولی تو دسته‌ای که اختلالات خواندن، مثلا اونایی که درک ضعیف داشتن، نه ما انتظار داشتیم بچه اینجوری بوده که از اول فرصت‌های زبانی محدودی داشته یا مشکلات زبانی داشته، حالا داره میره تو مدرسه، پس ما انتظار داریم که تو مدرسه هم همچین مشکلاتی داشته باشه. پس باید اینها رو بر هم فرق بذاریم، چون که درمان اختلال با هم متفاوته. دیسلکسی یک اختلالی هستش که خاص برای دیکودینگ و انکودینگ، یعنی خواندن و املاست و ناشی از اون مشکلاتی که گفتم مثل بینایی، مشکل هوشی و ذهنی اینا نیست.